آلتپلاز رو در بیمارستان‌های آموزشی یا بیمارستان‌های دولتی تزریق میکنن. به چه صورت تزریق میکنن؟ خب تیم استروک وجود داره تشکیل شده در بیمارستان که وقتی فرد دچار علائم شد و به بیمارستان رسید، اولین قدم اینه که علائم حیاتی بیمار رو چک میکنن، CT اسکن میگیرن و اگر که سکته مغزی ایسکمیک بود، آلتپلاز رو تزریق میکنن با دوز 9 میلی گرم بر اساس وزن بیمار. حالا اومدن در یک مطالعه آلتپلاز رو با تکتوپلاز مقایسه کردن. تکتوپلاز دارویی که در حال حاضر در حال بررسیه، هنوز در بازارهای ایران نیومده. تکتوپلاز دیدن که اثرش مختصری بیشتر از آلتپلازه، هم اثر درمانیش هم عوارضش کمتر از آلتپلازه. اما در هر صورت ما در حال حاضر آلتپلاز رو داریم که داروی بسیار مهمیه. اگر فرد به موقع دارو براش تزریق بشه، طی 3 ماه اول بعد از سکته مغزی ممکنه که کاملا بهبودی پیدا کنه، یا اگر بهبودی کامل هم پیدا نکرد، حداقل عوارضش کمتر از کسایی که دارو دریافت نکردن.